فرهاد جان. سلام علیکم معلم، خوب هستید انشالله. تشکر، زنده باشین. درود خب و سلام به بیننده های کانال یوتیوبی شما. تشکر، زنده باشین. این کس دو نفر مهمانی دعوت کرده من امروز برنامه ما رو رنگین‌تر می‌نمایند و فکر و نظری خود رو هم از جهت حقوقی میگویند، هم در همه جهت میفهمونم. فرهاد جان، اویدی موضوع شما خبر دارید و بله، گفتنی‌های زیادی دارید. من چنین فکر دارم. البته در این موضوع هر کسی رو که دعوت نکنید، چون موضوع خودش موضوع داغ است و یک نمیدونم یک شرم است برای یک دولتداری 30 ساله. هر کسی نباشد گفتنی بسیار داره در این موضوع، میشد بسیار گپ زد، ولی از حسابی که وقتی متنگ است ما میخوایم که با چند نقطه های اساسی این موضوع ما نظر کنیم که چرا این عامل هیچ نکی در 30 سال استقلالیت ما از بین رود. یکم شما که حقوقدان هستید و اکای جمشید حقوقدان است، من مطمئنم که شما طرف حقوقیش به هوای حقوقیش میته، چون این از روی قانون گذاری تاجیکستان و غیر قانونی است. یعنی یک نفر رو در کوچه دعوت نمیدونم بعد بازداشت کرده برده به خدمت، هر چیزی که اون رو مردم دیگر ابله نام کردن، چون همون به زبان روسی عادت شده است، این دیگر همون لقب ابله شده است. بله، آدم دزدی. بله، این آدم ربایی است با شکلی کمی دیگر، ولی به هر حال این کار غیر قانونی است. با این هیچ کس شک ندارد و اون نفرانی که به این کار دست میزنن، یعنی کمیسریت حربی یا که اون بعضی وقت با خود میلیسه ها رو هم میگیرن میبرن، اگر در قشلاق جای ها باشد اوچسکوی نمیدونم در شهرها با پلیس میرون خانه مردم ابلاغ میکنن یا در کوچه ابلاغ میکنن. حتی گیی هم در اینجا با کارمندان BDI هم خوش هستن، چون من بارها دیدم که ماشین ها رو منع میکنن، از درون ماشین ها جوانان رو به زوری میکشن میگیرن. یعنی این همه غیر قانونی است، در این دیگر شک نیست. من میخوام جنبه اجتماعیش بگم و چند جنبه های دیگه شد. در مسئله در جنبه اجتماعیش یک پدیده ناخوب است، یک پدیده بدی است که بین جوانان خیلی در ذهنیت جوانان خیلی منفی جایگیر شده است. یعنی که هر وقتی که جوان مکتب رو تمام میکند، میداند که او باید سین سالش به سین سال خدمت میرسد و باید خدمت برود، خدمت حربی. اون دو راه رو انتخاب میکند، یکی باید یکم دانشگاه داخل شود تا که خدمت حربی نرود، دویمش این فرار از وطن، یعنی میرود به مهاجرت. من نمیگویم که سبب اصلی مهاجرت این خدمت است، ولی در بین جوانان، اکثر جوانانی که من در روسیه همین 20 سال اخیر اقلا دیدم، اکثر جوانانی که میآیند روسیه بعد 18 سالگی، بعد 17 سالگیشان تا سن 24 25 همین است که ابله است. در سیزن ابله در تاجیکستان نیستند و اگر که هم خونه میروند، اونا منتظر میشوند که سیزن ابله تمام میشود. خب اون نورماتیوی که برای خدمت حربی است اون پر می شود، کمیسریت حربی دعوت رو میبندد، بعد اونو سفر میکنن به تاجیکستان. متاسفانه این پدیده بسیار پدیده بد است، پدیده ناخوب است و در جامعه هم یک ذهنیت مردم رو خراب میکند، چون پدر و مادر همه وقت در فکر اونن که وقتی پسر رو حتی به درس روان میکنن، نمیدونم به دانشگاه به بزرگ هر کجای روان میکنن، اون تشویش است که خدای نکرده در ابلاغ نکرد. بله. یعنی در جامعه این یک پدیده ناخوب است. این بود جنبه اجتماعیش. اگر که جمشید جنبه حقوقیش شرح کرد، باز من جنبه سیاسی و دیگر جنبه هاش ان شاء بخشش معلومه. ما اگر که اجازه بدید همین سبب هاش چرا ابلاغ میکنن، مقصد کمیسیت حربی چرا شروع میکنه در این 2 ماهی که دعوت به خدمت حربی میشود شروع میشود ابلاغ میکنن، یعنی سبب هاش در چیست؟
یعنی جوانان تاجیک به خدمت نمیروند، یعنی نمیرسد از کار، یا فقط همو به خاطر پول کار کردن در این 2 ماهی. چون همه میدونید که معاش کارمندان کمیسریت حربی اونقدر بلند نیست، همین 2000 سومون است. بسیار باشد اگر، و معلوم است که در زندگی تاجیک یک تاجیکستانی البته این نمیرسد و اونا مجبور میشوند شروع کنن دست به همین جنایت ها بزنن. خب دیگر جنبه یک جنبهش همین است که فساد است، به خاطر پورا گرفتن، پول کار کردن. 2 ماه استفاده میارن فقط به خاطر همون در کمیسریات حربی کار میکنن، اونو سبب اساسی طاقت میکنن همون معاشی کم رو. و سبب دیگرش این است که جوانان به خدمت نمیروند، اونا مجبور میشن که برای ابلاغ کنن، یعنی شکار کنن، شکاری سربازان شکار کنن، چون وقت کم میموند بسیار وقت. اون یک عدد معین دارن که باید پر کرده شود، یعنی و این شخصا باید که به سالدات تامین کرده شود و اونو کمیسریات حربی از عهدهش نمیبرد، به خاطر این ابلاغ میکنن. خب این همین 2 سبب دارد، 2 سبب اساسی است. یعنی اگر که ما جنبه کارمندان کمیسریات حربی را بگیریم، این معلوم است دیگر اونو روشن است. ولی برگردیم به مردم، به جوانان. چرا جوانان ما یا که پدر و مادر حاضر راضی نیست که پسرش با 2 سال برود در ارمی خدمت کنه؟ چرا اون مادر پدر راضی است که به یک کشور دور، سرما، خنک، یعنی به روسیه، به تمام یعنی به تمام ولایت ها و منطقه های روسیه اگر نگاه کنید، جوانان تاجیک از ابلاغ گرفتگی ها هستند از خدمت حربی. ولی چرا اونو پدر مادر راضی است که برای در روسیه باشد، ولی در تاجیکستان در نزد خودش برای مثال هر کجایش که نباشد، اون خاروق است، اون میدونم ولایت سوخت است، از این طرف 400 500 کیلومتر راه است، میتواند هر وقتی بخواهد برود پسرش خبر بگیرد، ولی راضی نیست، نمیموند، میگه برای روسیه کار کنی، یا که پولی کلان میتید دانشگاه داخل میکند فقط به خاطر اون که خدمت نروند. سبب این رو ببینین که جوانان ما عین حال عذاب و عقوبت در روسیه بودن رو، مهاجرت رو به گردن گرفته ایستادن، لیکن به خدمت رفتن رو گرفتن. یکی از سبب‌های اون من چنین می‌بینم که ابلاغ رو یک طرف اگر مونه، یکی از در خود همون کمیسریت حربی یا اینکه در قسم‌های حربی اونها شدیداً لطکوب میشوند، عذاب و شکنجه. حتی مشاهده کرده استیم چند مرده ایستادن در پی لطکوب، شکنجه. سبب‌های اینجا خیلی سبب‌های بسیار دارد. جمشید، این ما 4 نفر در اینجا قرار داریم عین حال. چی باید کرد که ابلاغ رو آواز مشکلی ما درباره ابلاغ رفته ایستاده است، درست؟ چی باید کرد ابلاغ رو از بین بریم؟ از این مطلب معلومه من همین کوتاه دمی سوال جواب میدم. یک نفر که در پایین هستن انتظار شوین لطفا. برای این یگم ببینید، یگم قانون نو ساختن، نمیدونم یا که قانون نو قبول کردن یا یگم ولیسپیت از نو ساختن سمی، فقط رئیس جمهور یک فرمان میتید و اون فرمان هم باید فرمان جدی باشه، نه اینکه مثل همین سال گذشته، این سال هم هر سال قریب در برآمدهاش رئیس جمهور برآمد میکنه که به این عملتون خاتمه بخشید. با هم میبینی هفته پسش با ابلاغ کردن، بله، این هفته میبینی در تلویزیون رئیس جمهور برآمد میکنه و هفته دیگر میبینی که ابلاغ شروع شد. همین یک اقلا 4-5 نفر از کمیسریت حربی برای این کار بازداشت میکنن، میبرن محکم میکنن و در تلویزیون نشون میدن، میگن هر کارمندی کمیسریت حربی که خب به می عملی غیر قانونی دست میزنن بازداشت و جزا داده میشه، خلاص میرود با یک امید فرمان رئیس جمهور از بین میرود. ولی یگان نفر رو ندیدیم تا حال به جوابگیری جنایتی کشته باشه. به این چیز آماده نیست، چون میدونن که تاجیکستانی ما در همین 30 سال ما نتونستیم یک جامعه بسازیم که جوانان ما همین وطنی را که این قدر ما تعریف میکنیم
میدونیم بیهشتی روی زمین و فلان و بهمدان میگیم و پیشوای ملت یکم دیگر نامی نموند که برای پرزیدنت نام مونارخی دیگه هم تخلص نموند همش گذاشتن وقتی همون پیش از اون که نامی پرزیدنت میخونی تو او تخلصش میخونی دیگر خودش خیلی وقت میگذره اخی. ببینید اگر در تاجیکستان اگر بخواهند باید اول وطن بسازن، اول ما رو ملت بسازن، ولی در این 30 سال ما نه وطن ساخته تونستیم نه ملت. ما قانون اصلا نداریم. کدام قانون‌های تاجیکستان رو میبینید که رعایت شده؟ باشید من امروز یک نوار تماشا کردم درباره منزل شهروندان رو از دوشنبه میگیرن. اگر کدام همین بخشی همین قانون تاجیکستان رو نگاه نکنی، اگر در اون کمبودی هست، در اون قانون ویرانکنی هست، یعنی افیار هست، کروپسیا هست، همش هست. یعنی ما تا حال نه قانونگذاری درست داریم، نه چون مفهوم وطنداری را فهمیدیم، نه ما یک ملتی درست شدیم در همین 30 سال که حکومتش رحمان از عهده همین کار نبرد. خب بسیار بهانه میکنن که 10 سال اول تا سال 98 ما جنگ داشتیم. خب بگذار ما تا سال 98 میگذاریم، از سال 2000 این سیشه میگیریم 21 سال شد. او یک حکومت در 21 سال نمیتونست که این رو همین ابلاغ رو از بین برد. وقتی ما استودنت بودیم سال 93 همین ابلاغ بود، کمتر بود. فرزندای ما شده است 20 ساله، یعنی خیلی هم همین ابلاغ هست. نه در من در روسیه زندگی کردم 20 سال، فرزندای ما در روسیه کلان شدن، هم شهروندی روسیه دارن هم شهروندی تاجیکستان. من همین 2 سال پیش که در روسیه بودم پرسیدم که چون پسری کلانی وقتی خدمت چه کار میکنی؟ در تاجیکستان میری و خدمت میکنی و که در روسیه؟ نه من آمادم که در روسیه خدمت کنم، پرابلم نیست، ولی تاجیکستان حتی رفتن نمیخوام تاجیکستان، نه اون که خدمت کردن. من نمیدونم اون وطنی که برای ما قدر دارد، اون مهاجرانی که فرزنداشون در روسیه و در دیگر کشور و کلان شدن دیگر اون فراموش کردن حکومت دارن که فرزندان مهاجران میان در تاجیکستان خدمت میکنن. نه دیگر در روسیه کلان شده است، چرا باید در تاجیکستان خدمت کنه؟ شما پیشتر گفتین که فرهاد، شما بخشش سخنتون بود، پیشتر گفتین که رئیس جمهور باید فرمان برآورد. درست فرمان جدی‌تر برآورد که همین نفرانی که من میگم من این رو همچون آدمربایی میفهمم. ابلاغ همچون آدمربایی قانون جزا داده شود. لیکن این رو ببینید فرهاد، رئیس جمهور فرمانهای بسیار میبرد فساد نشود، رشوه نگیرین، زن دویم نگیرین و دیگه غیره. لیکن شما باوری دارید که این فرمانی که میبرد نسبتی ابلاغ همین اجرا میشود؟ نه چون فرمانی او یعنی که روی کاغذ نه، این اوست نمیگم. همین اگر که رئیس جمهور بخواهد، ولی فقط باید رئیس جمهور در اون وقت این فرمان میده که اون باوری داشته باشد که بعد این فرمانی دادهش مسئولان این اجرا کنن، همون نرم خدمت رسول با خدمت میگیره اسکر بچه‌ها پر میشود. خب در اون حالت میتونن، ولی میدونن که این نورماتیو پر نمیشه و میدونن که نمیرسه و مجبورن که ابلاغ کنن، دیگر علاج نداره. وگرنه چی از شرمندگی مگر نیست که یک شهروند افغانستان شما برید ابلاغ کنید، این دیگه از شرمندگی زیاد نمیشه. ما همین سال در مرز با قرقیزستان مشکلی داشتیم با همسایه کشور ما با قرقیزستان. من چند نوار را دیدم، اون بیچاره سالدتای همین لاغر ما باور کنید بالای همون بهتر در اومدن نمیتونن. یک قطعه تیره باید بالای بهتر میونه که داخل بهتر بمونه، همون زورش نمیرسه، به زور هم میگردن. یک موزه وزبین از خودش وزبین‌تر، از رزمیر پشت چند کلانتر، همین 2-3 رزمیر کلانتر توپ راه گشتنش هم معلوم نیست، بالا دویدنش بیشتر. این شرمندگی است. چرا در قرقیزستان ابلاغ نیست؟ چرا در ازبکستان ابلاغ نیست؟ من امریکا و دیگر نمیگم، دیگر روسیه نمیگم، چرا در همسایه کشورهای ما نیست ابلاغ؟ چرا ترتیبات نمیکنه برای من چون حساب میکنم برای ابلاغ رو از بین بردن باید ترتیبات اول در داخل خود
قسم‌های حربی باشد، کشتار نشود. لاتوکو خیلی درفشین اثر بود، لیکن تا این درجه نبود. در دوره شوروی هم بود، قرار داشت، لیکن تا این درجه نبود. مسئله دیدافشین را معلومه روسیه بسیار خوب حل کرد. مسئله دیدافشین را خدمت حربی را یک ساله کرد. مسئله دیدافشین از بین رفت بودش اتوماتیک. دیگه در روسیه دیدافشین نیست. خدمت حربی را یک ساله کردن. همون عسکر بچه که شما در 2 سال اون رو خدمت حربی را یاد میتید، پروندن تیر پروندن، اون در یک سال هم یاد میگیره. بله. چون خدمت‌های ما 6 ماه اوچپکه است، 1.5 سال دیگهش همه رنگی غلام سالدات استفاده میبرن. اویش در کارهای خوجگی دهقانیش، اونش در کدام زوادش، حتی در همون خلواری پگرانی چین زونایی هم که هستن، در همون جمع همون سالدات رنگ یک غلام. اون سالدات خوراک درست ندارد، لباسی درست ندارد. البته که دیگه پدر و مادر باوری نمیکنه، البته که جوان دیگر راضی نمیشه برای خدمت رفتن. باید جنبه ها حل کرده شود. ولی البته برای حل کردن این جنبه ها من و شما صدا بلند کنیم. رنگمون نفرات باید نشینیم، خاموش نشینیم، از دیگر مسئله هم مسئله سخت باید بگیریم. مردم باید بدارن، گوش کنن. من اگر همین مسئله ابله را باور کنید معلومه خیلی که مردم یعنی الیت در مسئله خانه استاد صدرالدین عینی برخستن یک شدن، اگر که همین مسئله هر مسئله که نباشد، اگر چی مسئله زندانیای سیاسی است، چی مسئله ابله است، هر مسئله نباشد، اگر همین خیلی ما هم یک جای خیزیم حکومت عقب میرسه و خاتمه میبخشد. واقعا بله ویران نکردن. تاثیر فعالان جامعه بسیار است. بله خیلی عینی ها بسیار است ایستاده است. بله. نظر شما چی میگوین به پیشنهاد عظیم جان؟ خیلی خوب است، فکری خوب. و من باز یک علاوه دیگه هم دارم، چون تجربه روسیه ما که همه قانون ها مشکلی که جمشید گفت قانون ها و همه چیز را از روسیه کپی میکنیم، چرا باید جنبه های خوبترش هم نگیریم؟ برای مثال غیر از اونه که در روسیه حوزه خدمت حربی 1 ساله شده است، باز ببینید باز چند برای نفرانی که خدمت کردن چند پریویلگیا دارن. دستاورد ها. بله درست انجام شد؟ پریویلگی دستاورد میشود به توجی که امتیاز بله. چند امتیازها دارن. چرا؟ ببین اگر شما خدمت نکرده باشه در ارگان کار کردن نمیتونه. یعنی میلیسیا این چیزا حتی در کارهای عادی شما در روسیه خب غیر از اونه که افسر دارد با پراپورچیک دارد، سرجانت هم که راه رو نظارت میکنن، پی پی اس نمیگه شما. خب در اون جبهه هم کار کردن نمیتونید، در ام چی اس کار کردن نمیتونید، در خب پژارنی بریگاد کار نمیگیرن. اصلا در کارخانه های دولتی کم نفران را کار میگیرن که بین بلیت نداشته. بین بلیت یک چیزی اساسی شده برای در کار در اومدن. خب این یک امتیازهایی هسته که شهروندا رو وادار میکنه برای رفتن به خدمت. خب بعد اونه که اگر شما خدمت کرده باشه علاوه بر اون اگر در نمیدونم ام چی اس خب پژارنی یا اینکه نمیدونم در پلیسیا کار کنه، برای داخل شدن به دانشگاه‌های دولتی باز امتیاز پیدا میکنه. یعنی چند امتیازهایی هست که از همون خدمت حربی وابستگی داره. شما اگر بخواید که راحت در دانشگاه به پول اگر بخونید به طور بودجوی باید که خدمت کرده باشه. این یک راهی است که میتواند جوانها را جلب کند برای خدمت کردن. دیگر ابلاغ هم لازم میشود که چون میرم خدمت میکنم به خاطر که در اونیورسیته در به امتحان قبول کرده شود، یعنی که به امتحان میگیرن فقط در بودجت میخوام. پولاتی نمیخوام، بودجت میخوام. چون به امتحان اصلا دیگر نمیشه همه را فقط به خاطر خدمت کرده سواد دارن. به امتحان که قبول کردن یعنی که کسی دانش دارن، اگر رشوه برداشته شود از همون دانشگاه هم با دانش خود دوام میدهد.
درست درست؟ است. ایناش هم هست. مسئله امتیاز گفتید، من شونده بودم چون این امتیازها در دهات شونده بودم در شهر توس قبادزیان نفران رو میبردن به خدمت حربی، وعده میکردن که با اونها زمین میدهند باز یک چیز دیگر. لیکن چون این حادثه هم شده بود که خدمت کردن بیان یگان زمین یگان چی نیست، امتیاز فقط در دهان بود، در لفظ امتیاز لفظی. فقط از طرف شهرتوز، از طرف ایسفره و از دیگر جاها هم شنیده بودیم. چون این حالت ها هم شدگی بود. بله. خب جمشید شما چی میگویید؟ چی پیشنهاد دارید؟ 1 دقیقه فکر دارید؟ فرهاد 1 دقیقه یگم گپ زنید. نه مسئله گپ زن باشه نمیکنیم. باز من میگم اینجا ابونه شویم به کانال، پیگیری نمایید. نگوین که اینها خوین هستن به کانال من. دیروز همین برنامه رو در پرنده‌های موجیر واقعا ممکن شما تماشا کرده باشین، مشاهده کردن. به فکرم دیدین. بله من شنیدم. در حقیقت بسیار نفران برآمدن از طرف چه گفتم، من میخوام کمتر خوبتر کرده گورم یخکیتر как это сказать. نفرانی برآمدن که بسیار تنقیر کردن سایما رو، برنده رو، یعنی که تو سطر میکنی، تو باید در خانه بشینی، سطر میکنی باید در خانه بشینی، حرف نزنی، عموما یگان کار نکنی، فقط تولد کنی تمام. خب میبرم میگه که انا من سطر نمیکنم، چهره آشکار هستم، کشاده هستم، میگه که تو سطر نمیکنی، تو باید من حرف نزنی، در خانه بشینی. یعنی من منظوری من در اون است که اون زنها امروز برآمدن و منبر برآمدن، رنگ من رنگ دیگه زنها برآمدن، فعالان جامعه هست بسیار هستن، امروز دعوا دارن، امروز دعوا کرده ایستادیم، درد جامعه رو برداشته ایستادیم. لیکن در دیگر طرف از دیگر طرف میگه اینها خائن هستن، عموما وارد نشوین، حتی در آمده تماشا کردن به یورک نمیکنن. باور کنید نه حالا اینکه در آمده چی کردن، پادپیسات کردن یا اینکه لایک موندن. من چند نفر رو دعوت کردم، مسئله کارشناس رو پیدا کردن. خیلی فراجان شما میدونید من بسیار مشکلی میکشم، برای برنامه کمتر بعضا دیتر میشود، رگولار نمیشود. تیار شدم. داخل در آمدم از داخل وطن دعوت میکنم، نه عموما حرف زدن. من گفتم که معلومه پیشترم خواهد کردم، ما حالا نه یک جامعه سالم نساختیم. خب در این 30 سال استقلالیت نه مفهوم دولتداری را فهمیدیم، نه مفهوم وطنداری را فهمیدیم، نه ملت شدیم. یعنی ما یک دولتی نمیشده نشدیم. بله نیم خام، یعنی نیم تیاریم، چیزی که هیچ نمیفهمم. چرا یک کس برای ابراز نظرش نمیدونم، یک کس برای سایمه ژورنالیست که اون کسبش است باید برآمد کند و یک نفری که میبرد بخشش در تحقیرها میکنند در یوس من گوش کردم چی کلمه های بد گفتن. خب ببخشید شما یک بار به خودتون نظر کنید. همین واخری دیروزه همو نماینده اروپا وقتی رفتن دوشنبه، شما میبرید دخترای تاجیک به نمایش میگذارند. این دیوسی نبود است؟ یک خواهر ما یک اپه ما برآمد اگر ابراز نظر کرد یا برنامه ساخت برای او، برای شما اینا دیوس بودن. اگر این از روی عدالت نه. البته اگر ما میخوایم در حقیقت جامعه سالم داشته باشیم، یک جامعه در حقیقت برای آینده ملت ما، برای آینده وطن ما یک کار کرده بتونن، باید برای نه فقط برای مرد، برای زنها هم باید آزادی بدیم. چرا اینقدر دعوت میکنن زنها رو؟ ولی نمیدونم مجبوری کردگن در کارخانه ها. نمیدونم این فرمان روی کاغذ هست یا نه، ولی میدونم که فرمانی لفظی هست، یعنی اوسنی پریکاز دادگن که در همه کارخانه مخصوصا در بانک ها باید 30% کارگران زن باشه. یعنی که چی از این طرف دعوت میکنه که زنها چه فهمیدن ممکن است بیان کار کنن، از طرف دیگه میبره. ما میدونیم که شما همونی که برآمد میکنن، همون که تحقیر میکنن، اکثرش اگر که کارمندای امنیت تمکین باشن، درست است که طرفداران حکومت ها، خب همون مفتی محمد اقبال چاپلوس و دیگران. ولی به هر حال اگر ما بخوایم جامعه سالم ساختن، چیزا باید از بین بره. بعد آزادی ها به مردم بدیم که گپ زنن، کمبودی جامعه را بگن. همه اگر خواهیم باشد، هر کسی که دوستی بدبینی نسبت زنها باشد، من نمیفهمم بعضی نفر اون رو برنامه حقوقی است، بسیارتر حقوقی، لیکن در همینجا برآمد کردن هم اینو رو نمیفهمید. اینو دنیاوی هستن یا که فناتیک هستن؟ هیچ نمیفهمید.
агар шумо чеҳраи исломӣ дошта бошед худшонро дунявӣ мегиранд, агар шумо бале чеҳраи дунявӣ дошта бошед исломӣ мешаванд. Инам як хуб дигар маълум аст ки ино ҳамилон ҳастанд. камилон ҳастанд. Бале дуруст. برای همین فکر خیلی نکنید وجود باور کردم. کنید با همه کس با همه شخص شما معقول شده نمیتونید. بهترش که فکر یگان کس دقت نکنید. هر کس بله. گفتن میگیرد. نه، برای من خودتان روید چیزی که شما در معقول است همون پوشید. چیزی که در کدام لباس خودتان آزاد حس میکنید همون چیزا پوشید. چیزی که شما در معقول است همون گپ زنید. چی فکر دارید همون گپ زنید. کجایی که دلتون میکشد همون سروید. نه اینکه شما را بگن که انا جروید. اون چیزی که شما دادنی هستین تین، نه اینکه بگن که شما قرضدار هستید بیای من دادین. بله. وابسته به همین ابلاغ بود. بهترین سخن یک چیزی که ادم نبره. من خیلی شما را تشکر میکنم از این کار. یکم آدمی که با فکر من همراه شد اوید آن که این مسئولیت این قرض نیست. من هم دوام که مسئولیت قرض نیست. ما قرضدار نیستیم وای وای. آخه در وطن میگوید این خدمت کردن با وطن این قرض هست، باید جوانمرد خدمت کند، وطن رو حمایت کند، مادر رو حمایت کند. همه شعارهایی که در تاجیکستان هست اپای معظمه همه شعارهایی که در تاجیکستان هست در همه ساحه ها، چی در ساحه کینو و تلویزیون نمیدونم کوچه ها همه جا این ترجمه شعارهای دوره اتحاد شوروی است. اینا ما چون دستلانی перевода چخلی که قانونو است که مثال عادی وقتی که من با فعالیت کاری شروع کردم یوریست باور میکنم من کتاب میگرفتم قانون تاجیکی میخوندم بسیار وقت نمیفهمیدم که چی مینویسم یک جمله یک ابزاس یک جمله اگر این که باشد با شرطی که اگر اون که تو آخر جمله میایی نمیدونی که اولش درباره چی بود. بعد وقتی که همین قانون رو از روسیه گرفتم میخوندیم معلوم میشد که چی گپ است. بسیار 99% قانون های ما چه همون شعارها این ترجمه روسیه هست. ما خود هم میتونیم گوییم که ما وای هستیم وصل امپریا روسیه هستیم. پیش هم سال 800 چند نمیدونم 1880 چند امپریا نیکولای یک روس روسیه میانی را ضبط کرد و گفتن همراه شوی. بعد اتفاق شوروی اومد گرفت مجبور جمهوری خلقی بخارا را مجبور کشیده گرفت. بعد اتحاد شوروی باز روسیه همون چیزی که هست در همین شکل دولتداری ما هم شکل دولتداری همون روسیه است. همون شعارها همه چیز هست. ما مانند قرضی وطن و نغزش موری. خب دوستان نظری چی باید گرفته؟ ما میخوام اینجا برای شما یک دو سه نواری که کانال های روسیه پخش کردن همون رو نشون دادم. همین هم اویدی ابلاغ هست. در آخر میخوام من همه ها رو برای شما پیشنهاد نمایم. یک دقیقه. Личные новости. Сезон облав в Таджикистане. Каждый призыв в армию Таджикистана в стране называют сезоном облав. С 1 сентября по 31 октября молодых людей задерживают дома, на улицах, в общественном транспорте. Родственников даже не уведомляют, что их близкие отправлены в армию. Халмухаммада Мирзоева, сына Майфура Расуловой, 7 октября забрали прямо из дома. Люди в штатском, оказавшиеся впоследствии местными чиновниками и милиционерами, буквально ворвались во двор дома и вытащили 22-летнего молодого человека на улицу, говорит она. Повестки в армию на имя ее сына до этого не приносили. Никаких бумаг матери призывника также не показали. Друзья, подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новых новостей, и поставьте лайки. این بود канал‌های Россия. Как сообщает пресс-центр столичного МВД, автор видео описывает события на видео, где двое сотрудников милиции пытаются задержать молодого мужчину, а им препятствует молодая женщина, предположительная супруга мужчины, как облаву. После появления видео в интернете, пользователи социальных сетей потребовали у столичного управления МВД расследовать обстоятельства описанного инцидента. В короткие сроки были выявлены герои видеоролика и автор видео, которые были доставлены в милицию. Ими оказались жители города Вахдата, муж и жена Бадриддин Пардаев и Халасова Осада.
Они сообщили сотрудникам милиции попрошайничеством прямо на дороге напротив ГЖК Шарки-Осот, когда к ним подошли сотрудники милиции и попросили покинуть проезжую часть, и попытались вытолкнуть мужчину на тротуар, чему начала препятствовать его жена. Данный инцидент на камеру мобильного телефона снял 26-летний житель города Душанбе, проезжавший мимо на своем личном автомобиле, а затем, через несколько дней, выложил в интернет. Друзья, я вас очень прошу, подпишитесь на канал. خب چنین بود. چنین نوارها خیلی بسیار هست. صدها نوارها هستن. من همگی یک دو نوار رو برای شما پیشکش کردم اینجا. البته همگون خبر دارین. من در آخر میخوام گویم نفرانی که به ابلاغ دست داده میستن، یعنی که غیر قانونی جوانان رو میدوزن، کمش با 3 ماده جنایت صادر کرده ایستادن. آدمربایی، غیر قانونی محروم کردن از آزادی، ویران نمودن دخل ناپذیری منزل، برآمدن از حد وکالت‌های منصبی. خوب خود فکر نماید، خود قضاوت برید. ما نظر بسیار نفران رو گرفتیم. اکثر نفران در اینجا گفتن من دیگران رو قبول کرده نمیتوانم، زیرا وقتی خیلی طولانی رفت. در آخر چی گفتنی هستم؟ نمیگویم من باید نظام نو شود. من نمیگویم که یگون نفر استعفا دهد یا اینکه با یگون چیز دیگر نظام نو کرده شود. پورا نظام نو کرده شود. جامعه فعالان جامعه شهروندی صدا بلند نمایند. مردم در یک طرف نیستند، خاموش نیستند. یکی از راه‌های حل مشکلات اوید به ابلاغ و دیگر مشکلات‌هایی که در تاجیکستان هست همین هست. خب دوستان، در اینجا با شما خیر و منظور میکنیم و میخوریم در هفته آینده من باز یک برنامه جالب برای شما آماده کرده ایستادم. امیدوارم که وارد میشوین، فعال شوین و من به قدر امکان کامنتاری شما رو میخونم و کوشش میکنم جواب نویسم به آنها. در کدام موضوع شما میخواین بیشتر معلومات پیدا نمایید یا اینکه ما صحبت کنیم، لطفاً در تگ کامنتاری ها نویسین. زنده و سلامت باشین، سربلند و آباد باشین. خب تا هفته آینده.